گروهی از تاجیکان در شهر مسکو تصمیم گرفتند به مهاجران بیکار و بپول مانده کمک رسانند. این کمک اصلا از خوراکواری عبارت است. به هر نفری که به اینجا می آید، والنتیرها یک بسته خوراکواری می دهند. به گفته تشبسکاران، این مواد برای 2 نفر و از 5 تا 7 روز پیش بینی شده است. میرزا احمد بایف هم برای دریافت کمک به اینجا آمده است. زندگی بازبین شد خیلی منو ایرا دیدم در تلویزیون گفتم ببریم یا پاموش بگیریم اون چی. آنهایی که به کمک نیاز دارند خیلی زیادند. والنتیرها میگویند در تقسیم خوراکواری بین آدمان فرق گذاری نمی کنند و در برابر مهاجران به ساکنان نیازمند مسکو مخصوصا نفقه خوران کمک می رسانند. هموطنان ما تاجیک ها ازبک ها فرق ندارد. هر کسی که به کمک ما نیاز دارد می تواند به ما به سراغ شاسه 22 مراجعت کند. می توانید به این نقطه ها مراجعت و کمک ما را دریافت کنید. اقدام کمک به مهاجران را حامی حقوق عزت امان با گروهش راه اندازی کرده است. به گفته بختاور جمعیف، یکی از تشبسکاران، اکثر آنهایی که میخواهند کمک بگیرند در مسکو در شرکت‌های تمیزسازی کار میکنند. حالا همه جا بسته است. برای آنها یک دوره مشکلی پیش آمده است. امیدواریم روزهای نزدیک این همه به آخر می رسد و وضع خوب می شود. می خواهیم دختران را حل پیدا کنند و زودتر از این وضع بیرون براییم. برای آنهایی که با یگان سبب نمی توانند به نقطه های تقسیم مواد غذایی بیایند، والنتیرها کمک را تا خانه برده می رسانند. با این کار آنها جلب شدند که ماشین و خواهش شرکت در این اقدام خیرخواهانه را دارند. سراغ اولی که ما گرفتیم این کمک به یک معیوب بود. در سراغ دوم هموطنان ما زنها زندگی می کردند. آنها به نزد ما آمدن نتوانستند و ما خودمان برایشان مواد غذایی آوردیم. بعضا تا 10 و بعضی روزها هم تا به 20 سراغ خوراکواری میبریم. مثلا امروز از ساعت 11 روز حدوداً 5 ساعت ما به کمک رسانی مشغولیم. تشبسکاران اقدام خیرخواهانه حدس میزنند که روز تا روز شماره نیازمندان در شهر مسکو بیشتر می شود، چون به باور آنها با ادامه یافتن روزهای کرانتین تمامی مبلغ‌های ذخیره کرده مردم هم تمام می شود. همه مهاجران حالا به صبرانه انتظاری به پایان رسیدن خروج کرونا ویروس هستند تا زودتر به کار برآیند.